غرور و تکبر نداشته باشید ولو به هر جایگاه و مقامی که دست پیدا می. پیغمبر صلی الله علیه و سلم با همه شهرتش، با همه جایگاه بلندش، با همه مقام و منصب عالی که داشتند، با برده ها غذا می خوردند. از کنار هر کسی رد می شدند سلام می کرد. دست دیگر که می گرفتند تا خودش رها نمی کرد دست او را رها نمی کرد. با همه با چهره باز و بشاش و لب پرخنده ملاقات می کرد. هیچگاه چهره خود را به جانب کسی ترش نمی کرد. چقدر گاه انسانهای امروزی را غرور و خودخواهی و تکبر بالاخره به جایگاهی می رسانه که گاه احساس می کنند مردم همه برده و غلام اونهاست. مردم باید دستای اونها را تا آرنج ها ببوسند. مردم باید خود بر پاهای اونها بیندازند. مردم باید بالاخره دست به سینه به هر مجلس در خدمت اونها قرار داشته باشند. چون به محفل وارد میشن بلند بلند جاها به اونها اختصاص داده بشه. حتی گاه مردم را از جای نابلند میکنن تا خود بر جای اونها بنشین. چقدر کسایی داریم که با خواندن 4 پارچه کتاب گاهی این شهرت به دست و پای اونها و این غرور و تکبر به وجود اونها میپیچه. خیال میکنند از ما عالمتر و فهمیده تر کسی وجود نداره. چه بسا عابده هایی که با 2 رکعت و 4 رکعت نماز خود خیال میکنند جهان را فتح کردن و خوب عزت و جایگاه در پیشگاه الله پیدا کردن و توقع دارن همه مردم شب و روز تعریف و توصیف اونها رو بکنن. فلانی خوب نماز میخوانه، خوب دعا میکنه، خوب ذکر میکنه، خوب قرآن میخوانه و یا انواع و اقسامی خوب روزه میگیره. چه بسا انسان هایی که به اندک مقامی میرسن یا به اندک ثروت دست پیدا میکنن خود فراموش میسازن و توقع دارن با فقیری بینوای مستضعف به یک مجلس حضور نداشته باشند و به یک محفل ننشینند و حتی سر سفره و دسترخوان اگر فقیری آمد با اونها نشست احساس حقارت میکنند و خیال میکنند از شأن و شوکت اونها چیزی پایین آمد. غرور نداشته باشه ای انسان ضعیف خلق شد و خلق الانسان ضعیف. انسان خیلی ضعیف به هر درجه مقام و جایگاه و شهرت و منصبی که قرار داری فراموش نکن که الله میتواند خیلی زود اینها را از تو پس بگیره. خیلی زود تو به سرنوشت یک فقیر و مستضعف و مستمند و بیچاره و بینوا گرفتار بسازد.